سلام ارادت دوستان. خیلی ازون گفته بودین که کلاچ اتوماتیک بلبولین کلاچ رو درگیر نگه میداره. میخوام تو این ویدیو بهت نشون بدم که اصلا این حالتی نیستش. این خودروی پرشا تیوفای با گیربکس رانایی هستش. الان من لقی نکنید این سیم کلاچ اتوماتیکه. این سیم کلاچ اتوماتیکه. این هم سیم کلاچ پاییزه. لقی اینو من به شما نشون بدم. میبینید چقدر لقه. این هم لقی سیم کلاچ پای. دقیقا مثل هم. حتی سیم کلاچ برقی شلتره. آقا میثم لطف کنیم ماشین رو بذارین داخل دنده. ممنون. در همین یه دنده جلو هم میزنید، دنده کافی. خلاص کنیم ماشین رو. خب دوستان ببینید، به محض اینکه خلاص شد خودرو، الان اینجا وضعیت سیم کلاچ دوباره من به شما نشون بدم. این وضعیت سیم کلاچ ببینید، لق چجوری میتونه این سفر رو درک کنه؟ آمیسم کلاچ پایی رو میگیریم. اگه درگیر باشه این حالتی باید باشه. پاتون رو برداریم. زمانی که هیچ درگیری نداره این حالتی. با تشکر.